سلام، من سید محمد حمیدی هستم، سازنده اپ چکامه. چکامه اپی هستش که شما از طریق اون میتونید شعر برای خودتون تولید بکنید با توجه به شاعری که انتخاب میکنید، قالبی که انتخاب میکنید و شروع شعری که دوست دارید اون شعر با شروع بشه. در 5 روز اول مسابقه ما مدلمون رو انتخاب کردیم، دیتا ستمون رو جمع کردیم و در 4 روز روی سرورهای آمازون مدلمون رو ترین کردیم. در 5 روز دوم مدلمون رو برای گرفتن اینفرنس و خروجی اپتیمایز کردیم، مدلمون رو روی یک بک‌اند بالا آوردیم و یک وبسایت خریداری کردیم به اسم chakome.tech و یک یوزر اینترفیس هم برای اون بالا آوردیم. فیدبک اصلی که ما تو این چند روز گرفتیم اینه که وبسایتمون کند هستش، برای همین سعی کردیم جی پی یو خریداری بکنیم که موفق به خریدش نشدیم. در مرحله بعدی مدلمون رو کوانتایز کردیم که کمی بهتر شد شرایط و در مرحله آخر هم سرور رو کمی آپگرید کردیم و میزان رم و سی پی یو کورش رو هم بالا بردیم. چکامه تا به این لحظه 1243 تا شعر تولید کرده که این از 437 یوزر یونیک هستش. البته ما توی وبسایتمون اتنتیکیشن نداریم و این تعداد یوزر رو از روی سشن آیدی های یونیکی که به دست آوردیم پیدا کردیم. برنامه‌ای که ما برای آینده داریم اینه که بتونیم از جی پی یو استفاده بکنیم تا هم سرعت بالاتری داشته باشیم و هم بتونیم از مدل غیر کوانتایزمون استفاده بکنیم و در نهایت برای اینکه کسب درآمد بهتری هم داشته باشیم سعی می‌کنیم که اشعار موسیقی‌های فارسی رو هم اضافه بکنیم تا بتونیم در ژانرهای موسیقی مختلف هم شعر تولید بکنیم. ممنونم از همراهی که با من داشتید.